به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. شکستن عادتهای خود. نویسنده جو دیسپنزا هستش و فریبا جعفری نمیمی این کتاب رو ترجمه کردن و نسل نواندیش در سال 1399 این کتاب رو منتشر کرده. این کتاب در حوزه کتاب‌های خودیاری و روانشناسی عمومی هستش. این کتاب با یک پیشگفتار طولانی شروع شده که من فقط چند خط اولش رو برای شما میخونم و سپس میریم که بقیه عنوان‌های کتاب رو برای شما توضیح بدم. پیشگفتار: مغز شما در تمام کارهایی که انجام می‌دهید دخیل است. مغز شما تعیین می‌کند که طرز فکر، احساسات، رفتار و نحوه ارتباط و همکاریتان با دیگران چگونه باشد. این اندام مرکز شخصیت، هوش و تمام تصمیماتی که اتخاذ می‌کنید. بر اساس بررسی تصاویر مغزی 10,000 بیمار در سراسر دنیا به مدت بیش از 20 سال میتوانم با اطمینان بگویم که وقتی مغز درست کار کند شما درست کار میکنید و وقتی مغز دچار مشکل شود شما هم به طور یقین مشکل خواهید داشت. اگر مغز سالمی داشته باشید میتوانید شادتر، سالمتر، ثروتمندتر و خردمندتر زندگی کنید و تصمیمات درستری بگیرید و همه اینها به شما کمک میکند تا موفق شوید و عمر درازی داشته باشید. از سوی دیگر اگر به هر دلیلی مغزتان سالم نباشد، به عنوان مثال اگر در اثر آسیب به ناحیه سر دچار مشکل شده باشید یا از آسیب‌های عاطفی رنج ببرید، غمگین‌تر، بیمارتر، فقیرتر، کم‌سوادتر و ناموفق‌تر خواهید بود. این پیشگفتار رو آقای دانیل جی امن نوشتن که من یک ذره کوتاهش رو واسه شما خوندم، اما با این عنوان ادامه داده کتاب رو: نویسنده مغزتان را تغییر دهید، زندگیتان تغییر خواهد کرد. یک مقدمه هستش در ابتدای کتاب که این مقدمه طولانیه ولی من بخش‌هایش رو برای شما میخونم. بزرگترین عادتی که میتوانید ترک کنید عادت خود بودن است. وقتی به کتاب‌هایی فکر می‌کنم که در مورد ساختن یک زندگی ایدئال نوشته شده‌اند، متوجه می‌شوم که اغلب ما هنوز به دنبال روش‌هایی هستیم که بر شواهد علمی معتبر استوار و برای ما مؤثر باشند و به ما بگویند در زندگی چه باید بکنیم. اما تحقیقات جدید در مورد مغز و بدن، ذهن و آگاهی و علم فیزیک کوانتوم تنها توصیه می‌کنند بیشتر خود را بشناسیم تا به سمت آنچه ذاتاً می‌دانیم پتانسیل درونی ماست حرکت کنیم. به عنوان یک متخصص کایروپرکتیک که مدیریت یک کلینیک تلفیقی بهداشتی را بر عهده دارد و به عنوان یک مربی در حوزه‌های علوم اعصاب، عملکرد و بیولوژی مغز، شانس این را داشتم که رهبری برخی از این تحقیقات علمی را بر عهده بگیرم. این مطالعات فقط برای افرادی که در این رشته تخصص دارند صورت نمی‌گرفت، بلکه هدف مشاهده اثرات این علم جدید در زمانهایی بود که این روش‌ها به وسیله افراد عادی مانند من و شما استفاده می‌شد و من شاهد زمانی بودم که امکانات این علم جدید به واقعیت تبدیل شدند. من در این تحقیقات بهبودی شگفت‌انگیزی را در افراد دیدم، کسانی که توانستند ذهنشان را تغییر دهند، تغییرات زیادی را در کیفیت زندگی خود به وجود آوردند. طی چند سال گذشته فرصت این را داشتم که با افراد زیادی که مبتلا به بیماری‌های دشوار، غیر قابل درمان یا کشنده بودند و بر آن غلبه کردند صحبت کنم. علم پزشکی مدرن شفای چنین افرادی را بهبودی شانسی می‌داند. اما من پس از بررسی بسیار در مورد سفرهای درونی این افراد دریافتم که در شفای این افراد ذهن نقش قدرتمندی دارد و تغییرات فیزیکی مثبتی که در این افراد به وجود آمده است چندان هم شانسی نیست. این کشف باعث شد که به تحصیلات تکمیلی خود در حوزه تصویربرداری از مغز، نوروپلاستیسیتی، ژنتیک و سایکو نورو ایمونولوژی ادامه دهم.
من بر این باور بودم که باید در مغز و بدن افرادی که بدین ترتیب شفا یافتند اتفاقی رخ داده باشد و بر آن بودم آن را شناسایی کرده و بتوانم تکرارش کنم. در این کتاب می‌خواهم برخی از چیزهایی که در این مسیر یاد گرفتم را به شما نشان دهم و توضیح دهم که ذهن و ماده چه ارتباطی با هم دارند و چطور می‌توانید از این اصول نه تنها در مورد بدنتان بلکه برای هر بعدی از زندگیتان استفاده کنید. از دانستن فراتر روید و چگونه عمل کردن را یاد بگیرید. اما در مورد فصل‌های این کتاب توضیح داده که من حتما لازم می‌دونم برای شما این توضیحات رو بخونم. گفته به جای گزینه واکنش تغییر را انتخاب کنید و سپس به سراغ معرفی فصل‌های مختلف کتاب رفته. بخش اول دانشی در مورد شما. سفر اکتشافی ما در این کتاب با مروری بر پارادایم‌های فلسفی و علمی شروع می‌شود که مرتبط با آخرین تحقیقات درباره پرسش‌هایی که همیشه برای انسان‌ها مطرح بوده‌اند هستند. مانند شما چه کسی هستید؟ چرا تغییر برای خیلی‌ها بسیار سخت است؟ و رسیدن به چه دستاوردهایی برای شما به عنوان یک انسان امکان پذیر است؟ قول می‌دهم که خواندن قسمت اول آسان باشد. فصل 1 کوانتوم. کوانتوم شما را با کمی از فیزیک کوانتومی آشنا می‌کند. اما نگران نباشید. من تنها به این دلیل توضیحات خود را از این مفهوم شروع کردم چون مهم است که در ابتدا شما این مفهوم را بپذیرید که ذهن درونی شما در دنیای بیرونی شما تأثیر دارد. اصل تأثیر ناظر در فیزیک کوانتومی بیان می‌کند هر جایی که شما توجه خود را به آن معطوف کنید همان جایی است که انرژی خود را بر آن متمرکز خواهید کرد. در نتیجه شما قادرید بر جهان مادی تأثیر بگذارید که به هر حال آن نیز بیشتر از انرژی ساخته شده است. با مطالعه این بخش احتمالاً به این نتیجه خواهید رسید که لازم است تا ذهن خود را به جای آنچه نمی‌خواهید بر آن چیزهای متمرکز کنید که می‌خواهید. حتی ممکن است با خودتان فکر کنید با توجه به اینکه یک اتم 99.999999 درصد انرژی و 1,000,000,000% ماده فیزیکی است. در واقع من چیزی بیش از این هیچ نیستم. بنابراین چرا باید توجه خود را به دنیای مادی معطوف کنم که در واقع درصد بسیار بسیار اندکی از من را تشکیل می‌دهد و توجه خود را از دنیایی دور کنم که خیلی خیلی بیشتر از جنس خود من است؟ آیا باور به اینکه واقعیت تنها همان چیزی است که من با حواس خود قادر به شناخت آن هستم بزرگترین محدودیت من در این دنیا نیست؟ در فصل‌های 2 تا 4 خواهیم دید که تغییر چیست و در میابیم که تغییر به معنای رسیدن به فراتر از محیط، بدن و زمان است. شما احتمالاً در این قسمت به این باور رسیده اید که افکارتان زندگی شما را می‌سازد. اما در فصل 2 غلبه بر محیط برایتان شرح خواهم داد که اگر به دنیای بیرونی اجازه دهید کنترل فکر و احساس شما را در دست بگیرد، محیط بیرونی شما مدارهایی در مغزتان ایجاد می‌کند که موجب می‌شود تنها بتوانید در سطح تمام چیزهایی که برایتان آشنا و شناخته شده هستند فکر کنید. نتیجه چنین چیزی این است که آینده شما به گذشته‌تان شباهت خواهد داشت و رویدادهایی را برای خود خواهید ساخت که بسیار شبیه به تمام چیزهایی هستند که پیش از این برایتان رخ داده بودند. شما مغز خود را طوری برنامه ریزی می‌کنید تا مشکلات، شرایط شخصی و زندگی خودتان را به سوی خودتان منعکس کند. بنابراین برای تغییر باید بتوانید از دنیای مادی و زندگی خود بزرگتر باشید. فصل 3 غلبه بر بدن همچنان به این مسئله نگاه می‌کند که چگونه ما به طور ناخودآگاه به وسیله مجموعی از خاطرات زندگیمان کنترل می‌شویم. رفتارها، افکار و واکنش‌های عاطفی ما همه بر اساس قوانینی در ذهن ما صورت می‌گیرند که مانند برنامه‌های رایانه‌ای در پشت صحنه آگاهی ما قرار گرفته‌اند. به همین دلیل است که تنها مثبت فکر کردن کافی نیست، زیرا بیشترین قسمت از هویت ما به صورت ناخودآگاه شخصیتی منفی است که
در بدن ما زندگی می کند. در پایان این کتاب شما می دانید چگونه می توانید وارد سیستم فرماندهی ذهن ناخودآگاه شوید. یه جایی دست یابید که برنامه‌ریزی‌های عصبیتان در آن قرار دارد و تغییرات دائمی ایجاد کنید. فصل 4 غلبه بر زمان به این موضوع می‌پردازد که آیا ما در آینده تازه زندگی خواهیم کرد یا بارها و بارها خاطرات گذشته را در زندگی خود تکرار می‌کنیم یا هر دو. آخرین تحقیقات از این ایده پشتیبانی می‌کند که ما به طور طبیعی توانایی تغییر مغز و بدنمان را تنها با قدرت فکرمان داریم. به گونه‌ای که از نظر بیولوژیکی احساس کنیم برخی از رویدادهای آینده پیشاپیش برایمان اتفاق افتاده است. از آنجایی که شما می توانید افکارتان را واقعی تر از هر تجربه دیگری حس کنید، قادرید با تغییر پیام‌هایی که از سلول‌های مغزی به جنها می‌رسد خودتان را تغییر دهید. وقتی یاد می‌گیرید چگونه از توجه خود استفاده کرده و به زمان حال مطلق دسترسی پیدا کنید، از طریق در ورودی میدان کوانتومی، جایی که تمام پتانسیل‌ها در آن وجود دارد، وارد خواهید شد. فصل 5 بقا در مقابل آفرینش، تمایز بین زندگی در بقا و زندگی در آفرینش را نشان می‌دهد. زندگی در بقا به معنای زندگی در استرس و عمل کردن به عنوان فردی معتقد به مادی‌گرایی است. این نوع زندگی همراه با اعتقاد به این است که جهان بیرونی واقعی تر از در دنیای درونی است. هنگامی که شما تحت تاثیر سیستم عصبی مبارزه یا فرار قرار دارید، از آنجایی که بدنتان به وسیله ترکیبی از مواد شیمیایی مسموم کننده اداره می شود، ذهنتان طوری برنامه ریزی می شود که فقط نگران بدن، رویدادها یا افراد موجود در محیط خود باشید و از دست رفتن زمان ترس اصلی شما در زندگی باشد. در این حالت مغز و بدنتان از تعادل خارج و زندگیتان قابل پیش بینی خواهد شد، زیرا همان رویدادهایی برایتان رخ خواهد داد که پیش از این هم تجربه کردید. در صورتی که وقتی به راستی در وضعیت آفرینش قرار می‌گیرید، به هیچ جسم در هیچ مکان و هیچ زمان بدن می‌شوید و خودتان را فراموش می‌کنید. شما آگاهی خالص می‌شوید، فارغ از زنجیرهای هویتی که شما را به واقعیت‌های بیرونی متصل و نیازمند کردند تا خود را تنها با مقام، دارایی و عناوین خود بشناسید. بخش دوم مغز شما و مراقبه. در فصل 6 3 مغز، از تفکر به عمل، از عمل به بودن، این مفهوم را درک خواهید کرد که شما در حقیقت 3 مغز دارید که به شما امکان می‌دهد از فکر کردن به انجام دادن و سپس به بودن بروید. حتی بهتر از این، وقتی توجه خود را از محیط، بدن و زمان دور می‌کنید، می‌توانید بدون نیاز به انجام کاری به راحتی افکار خود را به هستی بدل کنید. در این حالت ذهنی، مغز شما بین آنچه در دنیای بیرونی اتفاق می‌افتد و آنچه در دنیای درونی ذهن شما رخ می‌دهد تمایزی قائل نیست. بنابراین اگر بتوانید چیزی را تنها از طریق فکر کردن در ذهن خود تجربه کنید، احساسات آن رویداد را نیز تجربه خواهید کرد. در این حالت، پیش از اینکه رویدادی از نظر مادی تجلی یابد، شما به سمت ساختن حالت جدیدی در حرکت هستید، زیرا ذهن و بدن شما یکسان کار می‌کنند. هنگامی که بعضی از واقعیت‌های احتمالی آینده را در لحظه‌ای که روی آن تمرکز می‌کنید احساس می‌کنید، عادت‌ها، نگرش‌ها و سایر برنامه‌های ناخودآگاه خود را بازنویسی خواهید کرد. فصل 7 شکاف، به چگونگی رهایی از عواطفی که آنها را به خاطر سپرده‌اید و به شخصیت شما تبدیل شدند و چگونگی بستن شکاف بین کسی که شما به راستی در دنیای درونی ذهن خود هستید و آن کسی که در دنیای بیرونی دیده می‌شوید و نحوه یکی کردن آنها می‌پردازد. همه ما زمانی که می‌آموزیم هیچ چیز خارجی و مادی نمی‌تواند احساساتمان را از گذشته‌مان دور کند، به یک نقطه مشترک می‌رسیم. اگر احساس هر تجربه در آینده زندگی خود را پیش بینی کنید، جایی برای اتفاق جدید وجود ندارد، زیرا به جای آینده زندگی گذشته برایتان تکرار خواهد شد. این نقطه عطفی است که در آن روح یا آزاد یا به فراموشی سپرده می شود.
شما یاد خواهید گرفت که انرژی خود را در قالب احساسات آزاد کنید و بدین ترتیب قادر خواهید بود فاصله بین شکل ظاهری و خود واقعیتان را از بین ببرید. در نهایت به شفافیت خواهید رسید وقتی همانی دیده می‌شوید که به راستی هستید. واقعا آزاد خواهید بود. بخش دوم در فصل 8 مراقبه توضیحاتی در مورد عرفان و امواج از آینده به نتیجه گیری می رسد. هدف من در این فصل از کتاب این است که بدانید برای چه مراقبه می کنید. چگونه باید مراقبه کنید و چرا؟ با بحث و گفتگو در مورد فناوری امواج مغزی به سادگی به شما نشان می دهم که مغز شما هنگامی که بر وضعیت استرس‌زا در زندگیتان متمرکز است به صورت الکترومغناطیسی تغییر می کند. شما در اینجا می‌آموزید که هدف واقعی مراقبه این است که از ذهن تحلیلی فراتر بروید و به ذهن ناخودآگاه وارد شوید تا بتوانید تغییرات واقعی و دائمی ایجاد کنید. اگر پس از مراقبه باز همان فردی باشید که پیش از مراقبه بوده اید، در هیچ سطحی هیچ اتفاقی برای شما نیفتاده است. هنگامی که مراقبه می‌کنید باید به قدرتی بزرگتر متصل شوید. باید بتوانید بین افکار و احساسات خود انسجام ایجاد کنید و این را به خاطر بسپارید که هیچ چیز در واقعیت بیرونی نمیتواند شما را از آن سطح انرژی پایین بیاورد. اکنون شما در حال تسلط یافتن بر محیط، بدن و زمان خود هستید. بخش سوم قدم گذاشتن به سرنوشتی جدید است. کلیه اطلاعات در بخش‌های اول و دوم برای این آورده شده است که شما به دانش لازم برای عمل کردن به آنچه در بخش سوم آورده شده است دست یابید. در بخش سوم نحوه عمل به شما نشان داده می شود به طوری که بتوانید تجربه مستقیمی از این کار داشته باشید. آنجا در بخش سوم می‌آموزید تمام آن چیزهایی است که به شما این امکان را می‌دهد تا دانش خود را در اعمال خود وارد کنید. یک تمرین آگاهانه برای استفاده از این دانش در زندگی روزمره. این یک فرایند مراقبه به صورت مرحله به مرحله است تا بتوانید کاری را بر اساس تئوری هایی که به شما ارائه داده شده است انجام دهید. ممکن است هنگامی که من به فرایند چند مرحله‌ای اشاره کردم ذهن شما دچار تردید شده باشد. اینطور نیست؟ اگر چنین است باید بگویم این فرایند آنطور که شما فکر می‌کنید نیست. بله، شما توالی اقدامات را یاد خواهید گرفت اما به زودی آنها را در قالب 1 یا 2 مرحله ساده تجربه خواهید کرد. این روشی است که شما برای آموختن هر مهارتی طی می‌کنید. احتمالاً هر بار که بخواهید با خود یا با ماشین خود به جایی بروید چندین کار را انجام می‌دهید. به عنوان مثال صندلی را تنظیم می‌کنید، کمربند ایمنی خود را می‌بندید، آینه‌ها را چک می‌کنید، استارت می‌زنید، چراغ‌های جلو را روشن می‌کنید، به اطراف نگاه می‌اندازید، فرمان را در دست می‌گیرید، پدال ترمز را رها می‌کنید، دنده خودرو را در حالت حرکت به جلو یا معکوس قرار می‌دهید. به پدال گاز فشار وارد می‌کنید و غیره. از زمانی که راندن خودرو را آموخته اید، تمام این کارها را به راحتی و به صورت خودکار انجام می‌دهید. من به شما اطمینان می‌دهم که در آینده هر مرحله‌ای که در بخش سوم یاد می‌گیرید را به همین روش انجام خواهید داد. ممکن است از خودتان بپرسید پس چرا باید بخش اول و دوم را بخوانم؟ من یک راست به سراغ بخش سوم می‌روم. می‌دانم اگر من هم جای شما بودم احتمالاً همین فکر را می‌کردم. اما تصمیم گرفتم دانشی که شما برای پذیرفتن این ایده لازم دارید را در 2 بخش اول ارائه دهم تا وقتی به بخش سوم رسیدید چیزی برای تردید، عناد یا حدس و گمان باقی نماند. وقتی مراحل مراقبه را شروع می‌کنید دقیقاً می‌دانید که می‌خواهید چه کاری انجام دهید و چرا. اما بخش اول رو با دانشی در مورد شما فصل اول شمای کوانتومی شروع می‌کنیم. فیزیکدانان قدیم در ابتدا دنیا را به ماده و اندیشه و سپس به ماده و انرژی تقسیم می‌کردند. آنها هر بخش از این گروه‌های دوتایی را به طور کامل از دیگری مجزا در نظر می‌گرفتند. اما این به هیچ وجه درست نیست. با اینکه این باور نمی‌تواند درست باشد، اما این تقسیم بندی ذهن و ماده اساس تمام جهانبینی ما را شکل داده است. و از این روز که همه باور دارند واقعیت چیزی از پیش تعیین شده است و کارهایی که افراد انجام می‌دهند
نمیتواند تغییر چندانی در سرنوشت و حقیقت زندگی آنها ایجاد کند، چه برسد به افکارشان. حال بیایید در مورد خودمان حرف بزنیم و وجود خودمان را بهتر بشناسیم. ما بخشی از یک میدان وسیع و نامرئی از انرژی هستیم که تمام امکاناتی که برای زندگی لازم داریم را در خود دارد و به افکار و احساسات ما واکنش نشان می‌دهد. امروزه دانشمندان بیش از پیش به رابطه بین اندیشه و ماده علاقه پیدا کردند. ما نیز می‌خواهیم همین میزان اشتیاق به این موضوع را در زندگی خود نشان دهیم. اگر به این رابطه فکر کنید، اولین سوالی که برای شما مطرح می‌شود این است که آیا می‌توانم از ذهنم برای خلق واقعیتی نو و متفاوت برای خودم استفاده کنم؟ و اگر اینطور است، آیا برای دست یافتن به این توانایی مهارتی هست که بتوانم آن را بیاموزم و به کار ببرم تا به کسی که می‌خواهم تبدیل شوم و زندگی ایدئال خود را بسازم؟ اجازه دهید با شما رو راست باشم. هیچ یک از ما کامل نیست و همه ما این را به خوبی می‌دانیم. هر کدام از ما می‌خواهد در خود تغییر ایجاد کند، چه بخواهیم در خود فیزیکیمان تغییر ایجاد کنیم، چه خواستار آن باشیم که در شرایط عاطفی یا معنویمان تغییر کنیم. همه ما آرزوی یکسانی داریم. ما می‌خواهیم در قالب نسخه ایدئالی از فردی زندگی کنیم که گمان می‌کنیم و باور داریم می‌توانیم باشیم. هر بار که در برابر آینه می‌ایستیم و به چربی‌های تجمع یافته در پهلویمان نگاه می‌کنیم، آنچه می‌بینیم تنها این چربی‌های اضافه نیست، بلکه بر اساس حال و هوای آن روزمان خود را لاغرتر و مناسبتر یا چاقتر و بی‌تناسب‌تر از خود واقعیمان می‌بینیم. کدام یک از این تصاویر واقعی است؟ وقتی شب‌ها در رخت خواب دراز می‌کشیم و کارهایی که در طول آن روز انجام داده‌ایم تا بتوانیم فرد صبورتری باشیم که کمتر واکنش‌های عصبی از خود نشان می‌دهد را مرور می‌کنیم، خود را والدی نمی‌بینیم که بر سر فرزندانش داد می‌زند، که چرا قادر نیستند حتی از پس یک درخواست ساده هم برآیند، بلکه خود را فرشته‌ای مهربان تصور می‌کنیم که قربانی شرایطی غیر قابل تحمل است و بیش از آن نمی‌تواند تحمل داشته باشد. یا هیولایی بی‌رحم می‌بینیم که اعتماد به نفس فرزندان خود را از بین می‌برد. کدام یک از آن تصاویر واقعی است؟ پاسخ این است: هر دو این تصاویر واقعی هستند. حتی می‌توان گفت که نه تنها این دو حالت اغراق شده از شما واقعی هستند، بلکه بین این دو تصویر از شما طیف بی‌نهایتی از تصاویر از مثبت تا منفی قرار دارند که همه واقعی هستند. چطور ممکن است؟ برای اینکه بتوانید بهتر بفهمید که چرا هیچ یک از تصاویری که از خود تصور می‌کنید واقعی‌تر یا غیر واقعی‌تر از بقیه نیست، مجبورم درک پیشین شما از مفهوم بنیادین واقعیت را نقض و مفهوم دیگری را به جای آن معرفی کنم. این کار بزرگی به نظر می‌رسد و از برخی جهات واقعاً نیز همینطور است. اما علاوه بر این می‌دانم که به احتمال زیاد شما به این دلیل این کتاب را خریده‌اید که تلاش‌های پیشینی‌تان برای ایجاد هر گونه تغییر پایدار در زندگیتان، چه فیزیکی، عاطفی یا معنوی، به اندازه‌ای که برایتان مطلوب باشد به جایی نرسیده است. همچنین می‌دانم که چرا این تلاش‌ها ناکام مانده است. بیش از هر چیز دیگری نداشتن اراده کافی، زمان اندکی که برای این کار داشته‌اید، نداشتن شجاعت لازم یا رویاهایی که شما را به جلو براند، به باورهای شما در این مورد بستگی دارد که چرا زندگیتان این گونه است. ما همیشه برای تغییر باید درک جدیدی از خودمان و دنیا پیدا کنیم، طوری که بتوانیم اطلاعات تازه‌ای را بپذیریم و به سراغ تجربه‌های جدیدی برویم. خواندن این کتاب همین کار را برای شما انجام خواهد داد. اگر شکست‌های گذشته خود را بررسی و ریشه یابی کنید، همواره به این نتیجه خواهید رسید شما نتوانستید به این باور برسید که افکارتان آنقدر قدرتمند هستند که بتوانند واقعیت زندگی شما را بسازند. واقعیت این است که همه ما دارای این نعمت هستیم. همه ما قادریم تا حاصل تلاش‌های سازنده خود را برداشت کنیم. اصلا لازم نیست به شرایط کنونیمان رضایت دهیم. همه ما می‌توانیم هر زمانی که بخواهیم زندگی جدیدی برای خود بسازیم. همه ما توانایی تغییر دادن زندگیمان هم به خوبی و هم به بدی را داریم. زیرا افکار ما
بر زندگیمان تأثیر دارند. اطمینان دارم که پیش از این هم این جملات را شنیده اید، اما فکر نمی کنم به راستی و قلباً به آنها اعتقادی داشته باشید. اگر همه ما می توانستیم این مفهوم را بپذیریم که افکارمان تأثیری شگرف در زندگیمان ایجاد می کند، آیا پیش از این تلاش نمی کردیم تا هرگز فکر چیزی که نمی خواهیم تجربهش کنیم وارد ذهنمان نشود؟ آیا تلاش نمی کردیم به جای اینکه همواره درگیر مشکلاتمان باشیم افکار خود را روی آن چیز متمرکز کنیم که به راستی آرزویش را داریم؟ به این نکته خوب فکر کنید. اگر با اطمینان باور داشته باشید که این اصل درست است، آیا امکان داشت که حتی یک روز به عمد از حرکت در مسیر ساختن سرنوشت ایدئال باز بمانید؟ اگر می‌خواهید زندگیتان تغییر کند، باورهایتان در مورد مفهوم واقعیت را تغییر دهید. امیدوارم این کتاب بتواند دیدگاه شما را در مورد چگونگی عملکرد دنیایمان تغییر دهد. شما را متقاعد کند که بیش از آنچه گمان می‌کنید قدرت دارید و موجب شود به این باور برسید که افکار شما تأثیری شگرف بر دنیایتان دارد. تا زمانی که نتوانید نگرشتان را نسبت به واقعیت شرایط کنونیتان تغییر دهید، هر تغییری در زندگی شما اتفاقی و موقتی خواهد بود. لازم است تا تفکرتان را در مورد دلیل رخ دادن اتفاقات در زندگیتان تغییر دهید تا بتوانید نتایجی پایدار و ایدئال به وجود آورید. برای این منظور باید درهای ذهنتان را روی مفاهیمی جدید از واقعیت و حقیقت بگشایید. برای اینکه بتوانم به شما کمک کنم این مفاهیم را باور کنید و بتوانید زندگی ایدئال خود را بسازید، لازم است ابتدا کمی در مورد کیهانشناسی برایتان حرف بزنم. کیهانشناسی یعنی بررسی ساختار و دینامیک کیهان. اما نگران نباشید، این بحث چندان هم دشوار نخواهد بود. تنها قصد دارم مفاهیم مقدماتی واقعیت را به طور خلاصه و ساده بررسی کنم. زیرا دانستن این مفاهیم که ناچاریم آنها را به صورت مختصر و ساده بیان کنیم به شما کمک می‌کند تا بدانید افکارتان چگونه می‌توانند سرنوشتتان را رقم بزنند. این فصل می‌تواند تنها مانند آزمونی باشد که نشان دهد شما تا چه اندازه آمادگی ترک باورهایی را دارید که به نوعی در درون شما نهادینه شده و سالهاست در ذهن خودآگاه و ناخودآگاهتان جا خوش کرده‌اند. آماده باشید. ممکن است در این مرحله تغییراتی بنیادین در باورهایتان ایجاد شود. در حقیقت به محض اینکه توانستید پذیرای این باور جدید شوید، آرایش ذهنی شما به عنوان انسان تغییر خواهد کرد. از صمیم دل آرزو دارم که در پایان این کتاب دیگر همان کسی نباشید که در آغاز راه بوده اید. بدیهی است قصد دارم در فصل‌های این کتاب شما را به چالش بکشم. اما مایلم در عین حال بدانید که حستان را به طور کامل درک می‌کنم. زیرا من هم مانند شما ناچار بودم که آنچه فکر می‌کردم حقیقت است را رها کنم و به دنیای ناشناخته قدم بگذارم. برای اینکه راحت‌تر بتوانید به این دنیا وارد شوید، ابتدا اجازه دهید برایتان روشن کنم که چگونه این باور ابتدایی که ذهن و ماده دو موضوع جدا از هم هستند جهانبینی ما را شکل داده است. ماده همیشه، ذهن هرگز، ذهن همیشه، ماده هرگز. یافتن نقطه‌های اتصال بین دنیای بیرونی و فیزیکی قابل مشاهده و دنیای درونی و ذهن همیشه برای دانشمندان و فلاسفه چالش بزرگی بوده است. حتی امروز نیز بسیاری از ما اعتقادی به این حقیقت که ذهن تأثیر زیادی بر دنیای مادی دارد نداریم. یا اینکه اغلب ما به احتمال زیاد باور داریم که شرایط دنیای مادی بر ذهنمان تأثیر می‌گذارد، اما نمی‌دانیم چطور ممکن است ذهنمان تغییری فیزیکی در دنیای پیرامونمان ایجاد کند. زیرا همیشه اعتقاد داشتیم که ذهن و ماده جدا از هم هستند. چون این چیزی غیر ممکن است. مگر اینکه باورمان را در مورد ماهیت دنیای فیزیکی و اینکه مواد چگونه به صورت جامد و فیزیکی دیده می‌شوند تغییر دهیم. خب، اکنون اطلاعات جدیدی در مورد ماهیت فیزیکی دنیای مادی به دست آمده است و این اطلاعات تغییرات زیادی در باورهای ما به وجود آوردند و این تغییرات آنقدر تازه هستند که لازم نیست برای ریشه‌یابی آنها خیلی به عقب برگردیم.
حتی تا دوره‌ای که تاریخ‌دانان آن را دوران مدرن می‌خوانند، انسان بر این باور بود که ماهیت کیهان منظم قابل پیش‌بینی و قابل توضیح است. رنه دکارت، فیلسوف و ریاضیدان قرن هفدهم، نظرات معتبر زیادی را مطرح کرده است که بیشترشان هنوز هم در ریاضیات و سایر حوزه‌ها مطرح هستند. بی تردید این جمله او را شنیده‌اید که من می‌اندیشم پس هستم. با این حال با توجه به اطلاعات علمی جدید، نظریات وی بیشتر ضرر داشته است تا فایده. دکارت طرفدار الگوی ریاضیاتی کیهان بود، دیدگاهی که اعتقاد دارد کیهان تحت کنترل قوانین قابل پیش‌بینی است. این نظریات دکارت در مورد جهان فیزیکی منطقی به نظر می رسید، اما وی در رابطه با افکار بشر با چالشی واقعی روبرو بود. ذهن انسان دارای متغیرهای بسیاری است که در این قوانین جای نمی‌گیرند. از آنجایی که دکارت نمی‌توانست مفاهیم خود در مورد دنیای فیزیکی را با درک خود از ذهن بشر در قالب یک نظریه قرار دهد و در این حال مجبور بود هر دوی آنها را توجیه کند، به نوعی بازی زیرکانه ذهنی روی آورد، تنها بابت مزاح. او گفت که ذهن تابع قوانین دنیای مادی و فیزیکی نیست و از این رو به طور کامل در خارج از محدوده کاوش‌های علمی قرار می‌گیرد. بر اساس این تقسیم بندی، مطالعه امور مادی در محدوده علم قرار داشت. ماده همیشه، ذهن هرگز. اما ذهن از قلمرو الهی و فراتر از علم محسوب شده و از این رو مطالعه آن به دین مربوط می‌شد. ذهن همیشه، ماده هرگز. در نهایت دکارت سیستم باوری را بنیانگذاری کرد که بر اساس آن مفاهیم ذهن و ماده با هم تفاوت دارند. برای چندین قرن این سیستم تنها شرح پذیرفته شده برای واقعیت بود. البته آنچه به تثبیت نظریه‌های دکارت کمک کرد، تحقیقات و نظریات اسحاق نیوتن بود. این ریاضیدان و دانشمند انگلیسی نه تنها به این مفهوم قدرت بخشید که کیهان نوعی ماشین است، بلکه مجموعی از قوانین را ارائه کرد که بیان می‌کردند انسان می‌تواند به طور دقیق روش‌های منظم دنیای مادی را تعیین، محاسبه و پیش‌بینی کند. طبق مدل فیزیک کلاسیک نیوتنی همه چیز در دنیای مادی در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، انرژی را می توان به عنوان نیرویی برای حرکت اشیا یا تغییر وضعیت فیزیکی ماده توضیح داد. اما همانطور که خواهید دید، انرژی چیزی بسیار بیشتر از نیروی بیرونی است که روی اجسام مادی اعمال می شود. انرژی بخشی از همه مواد موجود در این دنیاست و به ذهن پاسخ می دهد. با پذیرفته شدن کار دکارت و نیوتن، ذهنیتی بنا نهاده شده که بر طبق آن واقعیت بر اساس اصول مکانیکی تعریف می شود و انسان تأثیر اندکی بر نتایج رویدادها داشت. با چنین باوری نتایج همه از پیش تعیین شده به نظر می رسیدند. با چنین باوری تعجبی ندارد باور اینکه اقدامات انسانها می تواند بر آیندهشان نقش داشته باشد دشوار باشد، چه رسد به اینکه باور کنند تفکراتشان اهمیت دارد یا اراده آزادشان میتواند نقش مهمی در طراحی نتایج امور داشته باشد. آیا امروز بسیاری از ما با این باور که قربانی شرایط هستیم ناخودآگاه یا آگاهانه زندگی نمی‌کنیم؟ خب بیشتر از این کتاب زیبا در اختیار من نیست. حتما این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.